چه بدبختم، چه زندگی از ما دارم. خدایا خدا خیرت بده جوان. الهی از زندگی هر چه مخواهی بهش برسی. الهی بخت خوب قسمتت بشه. محمد یعنی نمیخوای بعد 2 ماه حرف دلتو بهش بزنی؟ الان بهترین فرصت بزن. سلام، خوبین شما؟ وقتتون بخیر. من نمیدونم از کجا شروع کنم. حقیقتش اسمم محمد، کارمند یه اداره‌ای هستم و ازتون خیلی خوشم اومده. امروز میخوام بهتون پیشنهاد ازدواج بدم. قول میدم که خوشبختت کنم. وای بولک، ما بسیار دوست دارم با یک زوجه خوشتیپ ازدواج کنم، بچه دار بشم، ولی یک شرط دارم. چه شرطی؟ اینکه به مدت 3 روز بیایی در کنار ما بنشینی و گدایی کنی. چرا باید 3 روز بشینم گدایی کنم؟ به خاطر اینکه بعدن که بر زیر یک سقف رفتیم و یک زندگی رومانتیک تشکیل دادیم، بر سر ما منت نگذاری که تو قبلا گدایی میکردی. باشه قبوله، از همین امروز میام کنارت میشینم. چه شده است؟ به حال ما گریه میکنی؟ نه، به حال خودم گریه میکنم که 10 سال از جوانی خودم رو تو اون اداره لعنتی گذروندم. نمیدونستم که درآمد تو بهتره. مگر تو ماهی چقدر در میاری؟ وای 15 میلیون. زور من ماهی 100 میلیون در میارم. ماشین ما پاشو جمع کن برو. یعنی با من ازدواج نمی‌کنی؟ ماهی 15 ما فقط غذا سگم. پاشو برو. مردی که اومده خواستگاری ما مخواهی کاری کنم ترک های پیاده رو را بشماری.